الو حاضر. امیدوارم که بله گوش میکنم. صحبت خوب باشد. بله من برادر خیلی گوش کردم تا خط نکردم خستم زنگ زدم. خب شما از فکر میکنه که در همه بدبختی که در همه ملت هست همین حکومت حضوریت نگور است؟ یعنی تا جایی میتونه گفت که 80%ش بله. اوکی گوش کنین. شما میدونید که خلق توجیه جنگ شهروندی را از پس سر کردم میدونید نمیره؟ نه نمیدونم من نمیدونم من نمیدونم شما نشان دادید کدام مکتب ده کدام گودک رقص نمیکنه نماری شما نشان دادید من نمیدونم شما یک خدمت مقاله خلقی میگویی خره خنده بزا بوزی میگیره گودک از خونش در جوش است درسته من بیان از زندگی شخصی خودم گام میزنم من یک شهر یک آدمی که یگان هفت پشتم شهر ندیده بود بچه قشلاقم لیکن در شهر از زندگی میکنم کار میکنم فعالیت میکنم در زمان همکورسی مرا در همین گروه های شما با ملا شید سبق داد 15 سال زندانی شد برآمد باز زندانی شد یعنی که و یا در حقیقت مفکورشون هم خیلی بی‌سواد که میمونن و را فریم میکنن ما الله را بدنش قبول داریم ما قبول داریم که خداوند هست لیکن گوش که وقتی جوانان که بی‌سواد میمونن از نام خدا گرفته اونها رو به گروه ارتجاعی میبرن شما شاهد هستین ما و شما شاهد هستیم که در حقیقت گروه از نام خدا گفته آیت گرفتن نیم شد تحلیل میکنن نیم شد با وطن از شما نیک نیم از تاجیکستان 1000 بار شکرانه آباد است نه من از گفتم ماش کم مثال از 1.5 تا 3000 میگه اد بلیاز اد دروغ میگه بچه معاش دروغ است تو دروغ میگوی معاش کم یک راهرو چند قم معاش میگیره 300 400 500 تومان معاش میگیره چرا دروغ میگه هم مردا که کپ کلون در گجا معاش حد اقل در تاجیکستان 80 دلار است آخه خودی حکومت میگه معاش حد اقل تو از گزای 1.5 میگوی رسما درست معاش حد اقل در تاجیکستان 80 دلار میشه خیلی تو 3000 4000 آوردیش مگر قانون حکومت دروغ میگه بیروز از روی گپای ازیادکاریتون گپ نزن رو پرو گپ میزنه ما شما نگاه دارم من قانون که حکومت بچم حکومت معاش حد اقل معلوم کردگی است من نمیگم من معاش نمیتونم حکومت معاش حد اقل در تاجیکستان چند سوم است میدونی نه است روسیه را نگور میکنی و یا از بیس امی کسی که سواد نمون میره راه میره در تاجیکستان هم کسی که دانش نداره راه میره یعنی گوش کنید این مشکلات شما میگن هست لیکن این مشکلات را این حکومت پس سر میکنه کی بعد از کی چند سال پس اویست گوش کنید شما اگر کور نباشید میبینید که ما کارهای کرده هستیم در جمهوری تاجیکستان بیا دستاورداش بگو چی کار مثال چی کار گوش کنید گوش کنید قوای برق ما در تاجیکستان کلسوای گفته نگو ای برادر قوای برق نگو ای ما زمستانی دراز در مسئله قوای برق گپ زدیم زندگیتون بگیرین در مسئله قوای برق ندارین تا امروز قوای برق ندارین خب که قوای برق عادتاً اصلا باید شما در مسئله قوای برق گپ نزنین که برق تاجیک میلیون ها سومانی قرض دار است تا امروز ده ها و صدها قشلاق‌های است که قوای برق نداره همون سیم چوب رفتگی نیست و در زمستان برای مردم لیمیت قوای برق میتین در افغانستان و در ازبکستان قوای برق هم میفروشن تو از قوای برق گپ نزن روم مسئله دیگه که شرمنده میشین بیا بیروز تو یک مصرع میگم من کامش بگم دیل زیپور گفتن بمیره در دهن همین مصرعی که جو است تو تا نقل داری از 4 کتاب است دیل زیپور گفتن بمیره در دهن گرچه گفتارش بود دور یادن تو هم کوچک باری گپ میزنی خیلی مردم این خیلی گپ نمیشه و خیلی حساب مهاجر خود استودیو هم میکنی ایجار مهاجر با مورا میگه که مرده را نبرن یک جایی هستن که چی مرده مهاجر ببر این همه خیلی مردی مثال در روسیه هم مرده ایت را باید کی بره همسایه پول جنگ آوردنش برای چی همسایه پس قانون کشور برای چی شهروند تاجیکستان در خارج کشور زیر حمایت دولت قرار داره دولت ما مرده است برای چی همسایه شویوچه کدامی است همسایه از نتون است
همسایه دامادتون است. همسایه چی؟ یعنی مسئولیت شما را داره. همسایه برای شما است. همسایه زندگی داره، همسایه زن داره، همسایه کودک داره. خواهری کسی را نگرفته همسایه. همسایه کاری خودش داره. دولت، حکومت، کشور، سفارتخانه مسئول داره. شما دیگه کار نیافتین. مردتون ده همسایه، زندهتون ده همسایه، زورتون اومد همسایه، سویتون کشتن همسایه، آخه شبا همسایه. شما کار ندارین دیگه. همسایه چی درد دارین شما؟ حکومت برای چی است پس؟ در همه حالت همسایه را استفاده برای حکومت برای چی است؟ یا مرده را آوردن حکومت نمیکنه. برای چی نمیکنه؟ مسئولیت داره. این مردک مسئولیت داره حکومت. حکومت زمان ساخته میشوه برای همه چی ساخته میشوه. اگر بس صبر کن. اگر که مسئولیت یک حکومت اومدن و فرزنداشون در لند کروزر و در BMW و در مرسدس و در اودی و در پورشه گشتن باشه، او حکومت نیست. برای چی؟ حکومت اومد مسئولیت گذاشت، وزارت ساخت، کمیته ساخت، هر چیز ساخت، شاخه، هر یک سمت برای خودش یک شاخه ساخت. خب در مسئله دین کمیته ساخت، در مسئله وزارت ساخت، کارای را کرد. اما وظیفه یک حکومت این نیست که شما بیارین چیکار کنین؟ بگین که خب حکومت نمیکنه همسایه مرده مرا برا. عیب نمیدونین؟ نه من برای مثال گفتم که یعنی بعضی مسائل کوچک در حکومت این فرقی نداره. اگر یک ذره از بیست اگر از 101% مسئولیت است، اولین کاری باید بکنه حکومت بکنه. حکومت برای مردم ساخته میشه. زمان مردم است حکومت هست. اگر مردم بنا مردم تاجیکستان نباشه، آیا رحمان عرض وجود کرده میتونه؟ شما با مردم است هر شکلیش نکنیم. مردم امروز کتاب خوند، مردم کسب اسخط کند، همه مردم روسیه میره 90% کسب نداره. سببش بابای شما جنگ شهروندی را داختن. تو تنها ای بیا همین ویلش کن. بر پدر آخه جنگ شهروندی را داختن. او من چی در جنگ همون کاش که میشیم در همون جنگ همین یخیست همون او پرا میکنه که امروز دعوا نمیکردین. جنگ شهروندی دیوانه کردین مردم. یه مرد 30 سال شد. یک بار کشور سنگاپور مثال بیارین. سنگاپور در 30 سال هیچ چیز نداره، هیچ چیز سرمایه نداره. یعنی از در مسئله این بگیم که چی استحصال میکنه، هیچی نداشت. اولین کاری کرد کشور کپیتالیست ساخت. سرمایه گذارای خارجی را جلب کرد. امنیت کشور را درست کرد. حتی زمان استقلال شد نیروی انگلیس باز هم بخاراس خواهش کرد که نیروی انگلیس بمونه تا امنیت کشور را نظر بکنه تا سرمایه گذاران خارجی بیان سرمایه گذاری کنند در کشور. چند سال دیگه در اونجا ماندن تا خود خمچ راست کردن. یعنی در کشوری که امنیت باشد سرمایه گذار در اونجا میبیو. برای چی در تاجیکستان ما یک سرمایه گذاری نمیست، یک امریکایی، یک انگلیس نمیروه؟ چون امنیت کشور درست نیست. میفهمین؟ به نام سلفی، به نام ملا، به نام وهابی، به نام تروریست، اکستریمیست هر روز مردم از زندان میکنین. ای مردم شما یک منفعت خودتون نظر میکنین، اما منفعت کشور در خطر است. به این اصولی که شما پیش میبرین. بارها میگیم در دالان‌های سازمان ملل و حقوق بشر و دیگر سازمان‌ها از این نام استفاده نبرین، چون جلب سرمایه گذار در کشور کم میشود. مثال یک گروه مرحمت همی خب مرحمت کشوری چینی این را بگذارین. دهها کارگران تاجیکی در ساختمان بینای نوی حکومت تاجیکستان در مرکز پایتخت فعالیت دارند میگویند کارفرمای چینی مسئولان شرکت چیانگدو از بسیار بودن کارجویان محلی سوء استفاده کرده حقوق‌های مهنتی آنها را پایمال میکنند. بینای نوی حکومت تاجیکستان را که در جای بینای پیشینی حکومت و دستگاه اجرایی پرزیدنت بنیاد خواهد شد و مردم از آن هنوز هم سکه نام میبرند، شرکت چینی چیانگدو میسازد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی، آیا با مسئولان و خود بیناکاران در این بابت صحبت داشتید؟ کدام حقوقهایشان پایمال می شده است؟
ببینید عبدالله، کارگران محلی از محدود کرده شدن حقوقهایشان در این ساختمان واقعا شکایت میکنند، ولی مسئولان آنکه اصلا چینی تبار هستند یعنی این کارخانه به سوالهای ما به زنگهای ما پاسخ نمیدهند. ما با 4 نفر از بناکارانی که در اینجا کار میکنند همصحبت شدیم. آنها گفتند که همه کارهای وزین و دستی را در این ساختمان تاجیکان اجرا میکنند و کارمندان محلی کلاه یا کاسکه با رنگ زرد و چینی ها کلاه سرخ دارند که اکثریت کارفرما، مهندس و اداره نشینند. یکی از این بناکاران گفت که روزی کاری ما قریب 9 ساعت دوام میکند. از ساعت 7:30 کار شروع می شود تا به 6 بیگاه. برای یک روز کاری 70 سومانی معاش میدهند. حتی در یک ماه همگی 4 روز تعطیل میدن که این هم معاشش پرداخته نمی شود. جای خوراکخوری عموما ندارند، در همون جای ساختمان تگ درختها رفته خوراک میخورند. بنابر این ظلم نیست حقی مردم در داخل کشور. مرحمت. از نبودن این کار مردم مجبور است برای در انشاءات در ساختمان روزی کاری 70 سوم. مگر پول است؟ 1 ساعت کاری که یک نفر در کشور آلمان میکنه 1 ساعتش از این مبلغ زیادتر است. 1 ساعتش پسترین معاشش ما بالا نمیریم با 50 یورو 60 یورو 100 یورو روزی کاری بالا نمیریم. پسترین معاشی که یک نفر کار میکنه بالاتر از این میسته. شما چی چیز در نظر دارین؟ شما چی حکومت میخواین تعریف کنین؟ چی سلاله میخواین شما بسازین؟ جای کار هست در تاجیکستان، مهاجرا سواد ندارن. ظلم نکنین در حق مهاجر، تحقیر نکنین. تمام چرخه کشورتون در دست همین بیچاره مظلومای مهاجرای. گردنبندای همسراتون از دست این همین ماشینای قیمتی که احمقا میگردن از حساب این همین مردم مظلوم مهاجر است. باز هم بی سواد شد برای ما، باز هم این مردم کم سواد و کم تجربه شد. خاکای پایا را باید شما ببوسین، کفای دستشان را باید ببوسین. در یک شب 100 بار خزن در حق یا عبادت بکنه که عمر انا و شعر بچه ها را دراز کنه که شب نمیگن، روز نمیگن، زحمت میکشن. 45-50% گردش کشور میچرخونند. مهاجر است. تو کدام چاپلوس روزنامه نگاری نمیدونم کدام کسی هستی از حساب او معاش میگیری، خونه او درد از حساب او است. برآمده جنگ شرمندی توی دختری همه تنخل میکنی.